اگه کاشت قالبت بیرون میزنه باید این ویدیو رو تا آخر ببینی. برای انتخاب سایز درست قالب باید 1 میلیمتر قالب از ناخن بزرگتر باشه تا سایدوال‌ها رو کامل بگیره. اگه 1 میلیمتر کوچیک‌تر باشه سایدوال رو خارج از قالب می‌بینیم. این تصور اشتباهه که با قالب کوچیک‌تر ناخن رو جمع‌تر نشون بدیم. چون موقع مواد گذاری به خاطر فشار سایز کردن مواد بیرون میزنه و از یه طرف سایدوال کاملا بیرون میمونه. هر چقدر بیشتر فشار بدیم مواد بیشتری بیرون میزنه. اگه قالب بزرگتر باشه ناخن از سایدبال لیفت میده و بدتر از اون سینوس‌ها تحت فشار قرار میگیرن و موقع دورگیری ریشه و کوتیکول زخم میشه. اگه حجم مواد توی قسمت ریشه زیاد باشه بعد از فیکس قالب یه فضای خالی توی قسمت ریشه میبینیم و قالب انگار از ناخن جدا وای میسه. این قسمت توی دورگیری کاملا از بین میره و یک فضای خالی میمونه. اشتباه بعدی اینه که به‌جای 45 درجه قالب رو مماس روی ناخن بذاریم. این کار باعث میشه مواد از هر جایی که دلش میخواد بیرون بزنه و این موادگذاری حتی با دورگیری و سوهان‌کشی هیچ دوامی نداره، یا لیفت میده یا میشکنه. دورگیریش هم که حتما کوتیکول رو زخم میکنه. پس طبق ویدیوهای قبلی موادگذاری رو توی ریشه صفر میکنیم و قالب سایز مناسب رو 45 درجه روی ناخن فیکس میکنیم. اینجوری توی ریشه و سایدوال بیرون زدگی نداریم. سایدوالا کاملا پوشیده شده. حتی زیر لبه آزاد هم هیچ بیرون زدگی نداریم. این کار دوام بالایی داره که نه میشکنه و نه لیفت میده. نیاز به دورگیری در حد چک و سوهان‌کشی سایدوال‌ها در حد مرتب شدنه. سیو کن گمش نکنی و بفرست واسه دوست ناخن‌کارت.